طلایه پناهگاه امن برای آمریکایی‌ها. درود، خوش اومدید به 5 دقیقه تحلیل دیگه از اونس جهانی. من مسیح هستم و اینجام تا یه دیدگاه جدیدی از طلا رو خدمتتون ارائه کنم. پس دکمه لایک ویدیو رو بزن، چنل رو سابسکرایب داشته باش، زنگولش هم بزن که با خبر بشی هر موقع پست گذاشتم. بزن بریم. خب مثل همیشه بریم ببینیم هفته پیش چی گفتیم، چی اتفاق افتاد. این ATH رو بشکنه و مقاومت کرده. اینجا یه ناحیه عرضه داریم ما، اما پشتش نقدینگی هست. همونجوری که چند ثانیه قبل دیدید داخل ویدیوی قبلی من اومدم نواحی مهم رو بهتون گفتم، نقدینگی ها رو هم براتون مشخص کردم. یه سری نقدینگی داخل کف داشتیم و یه کوه نقدینگی روی سقف، دقیقا پشت ناحیه عرضه سقف داشتیم. سقف رو نتونسته بود بشکنه و یه نقدینگی جا گذاشته بود. انتظار داشتم که یک مقدار اصلاح داشته باشه، بیاد نقدینگی های پایین تر رو جمع کنه بعد بره بالا، اما خب نقدینگی بالا بیشتر بودش و طبیعتا لیکویدی بایرها رو زیاد فعال نکرد و مستقیما رفت و سلرها رو لیکویدیشون رو جمع کرد. اما بریم ببینیم که این هفته‌ای که داره میاد چه تحلیلی دارم براش، چه دیدگاهی دارم براش. یه نگاهی هم به اقتصاد کلان آمریکا بندازیم. داخل صرافی سروش اکس، پلتفرم آیدیاز رو اگر که من رو فالو داشته باشید، تحلیل نرخ بهره رو دیدید. من نتونستم یوتیوب آپلود کنم براتون ویدیوش رو، اما اونجا به صورت متن براتون گذاشتم تحلیلش رو. دقیقا قبل خبر هم گذاشتم. 2 تا سناریو دادم برای نرخ بهره ثابت و یا مثبت و نرخ بهره نزولی منفی. خب نرخ بهره پایین اومدش، منفی اومدش و سناریو دوم من اتفاق افتاد. گفتم که اونس یک مقدار رکود میکنه. همین اتفاق افتاد. دقیقاً از جایی که هفته پیش بلند شد رفت نقدینگی ها رو جمع کرد، دوباره برگشت روی همون اوردر بلاک، ریجکشن بلاک و مجددا رفتش بالا. دقیقاً طبق تحلیلم این گوشه یا نه این گوشه، براتون عکس تحلیل متنم رو میذارم، همون متنی که داخل آیدیاز منتشر کردم، میتونید ببینید و همچنین لینکش هم میذارم که برید داخل پلتفرم و بخونیدش. بریم ببینیم که چه خبره. خب بریم روی چارت. جفت ارز XAU USD هستیم. تایم فریم 1 ساعته. خب اینجا که نرخ بهره اومد، خبر نرخ بهره اومدش و نرخ بهره خب 25% اومدش پایین تر، یک پله مجدد اومدش تا شد دقیقا روی همین اوردر بلاک که اینم مشخص نکردم. البته ریجکشن بلاک باید اسمش رو بذاریم چون دقیقا نقدینگی ها رو جمع کرده و باعث شکست شده. تاییدیه های ریجکشن بلاک رو داره. این پایینیش اوردر بلاک هستش که هنوز کامل تاچ نشده، داخل تایم فریم های پایین تر مشخص میشه. اومدش اینجا روی ریجکشن بلاک تاچ شد. حالا انتظاری که داریم اینه که یا همین لگو، دقیقا همین حرکتی که شروع کرده، بره بالا سقف رو بشکنه مجددا، یا نه اینجا یه تایم پایین تر یه دونه ساپلای اند دیمند داریم، ناحیه‌های عرضه هستش. ممکنه اینجا یک حرکت های ریورس مینور داشته باشیم، مجدد برگرده پایین، برگرده حالا یا روی این اوردر بلاک که انتظارش رو ندارم چون تاییدیه های کاملی نداره، پشتش نقدینگی جمع شده. انتظار اینو دارم که حداقل بیاد این نقدینگی این دوتا کف رو بزنه روی این ریجکشن بلاک. دقیقاً بریم تایم 15 دقیقه. دقیقاً داخل تایم 15 دقیقه کاملا مشخصه روی این ریجکشن بلاک که تمامی نقدینگی ها رو جمع کرده، باعث شکست ساختار شده و همچنین یک حرکت بزرگی رو داشته.
در جهت برگشتش هم که نقدینگی ایجاد کرده. بنابراین فکر میکنم که این نقدینگی ها طبق تاییدیه ها، این نقدینگی ها جمع بشه، روی این ریجکشن بلاک تاچ بشه نرخ. تقریبا میشه نرخ 3632 تا 3639. شما 3630 تا 3640 رو در نظر بگیرید برای نوایی ورودتون برای میان مدت و بلند مدت. همچنین خب سی پی تو راهش داره، اونس کلا کارش همینه که غافلگیر کنه دقیقا مثل هفته های قبل، ولی خب باز میشه یک دیدگاه نرمی رو ازش داشت. یه موضوع دیگه هم هستش، این که داخل کامنت ها ویدیو قبلی نرخ اونس تقریبا رسیده بودیم بالاها 3700 اینا، آره اینجاها، و کامنت گرفته بودم که گفته بود که الان چی 3700. خب الان چی؟ که من دعوتتون کردم که بیاید داخل آیدیاز تحلیل های لایو هم رو داشته باشید، در طول هفته تحلیل میذارم، سیگنال میذارم، میتونید اونجا استفاده بکنید و در طول این ویدیوهایی که آپلود میشه این فاصله ها رو غافل نباشید، بدونید که قراره چه اتفاقی بیفته. آپدیت های تحلیل ها رو اونجا ارائه میدم به صورت متن، ولی خب گفته بودم که اینجا نقدینگی هست، قرار جمع بشه و بیاد سقف رو بشکنه. حالا گفتم که یه تعاملی داشته باشم با همون جنابی که کامنت رو گذاشت، براتون کامنتش رو میذارم اینجا ببینید. بازم این کامنت ها برام بذارید، سوال بپرسید، نظرتون رو بگید، انتقاداتتون رو بگید. روی رشد من خیلی تاثیر داره این چیزا. متشکرم ازتون، منم جوابشتون رو میدم و حتما اگر که ببینم نکته‌ای هستش که باید اصلاحش کنم 100% اصلاحش میکنم، چون به شما دارم کمک میکنم، شما هم به من کمک میکنید. بریم یه اقتصادی کلان رو نگاه بندازیم. خب بریم روی فارکس فکتوری، روی سایت فارکس فکتوری ببینیم اخبار هفته پیش رو چیا هستن. خب هفته پیش کاری نداریم. دوشنبه خیلی خبر خاصی نیستش که روی طلا بخواد تأثیر بذاره. یه دونه بانک هالیدی ژاپن هستش و اینکه میریم سه شنبه پی ام آی یورو هستش، ممکنه روی طلا هم تاثیر بذاره. چرا؟ خب روی طلا به پیر یورو ممکنه تاثیر بذاره و اونس به پیر دلار هم ممکنه یه مقداری واکنش نشون بده. بنابراین سه شنبه تقریبا سشن آسیا، سشن لندن، یه مقدار باید حواس جمع معامله داشته باشیم. قرار پی ام آی بیاد، نرخ تولید کننده در بخش های خدمات و تولید. برای یو اس دی هم پی ام آی رو داریم در بخش خدمات و تولید. چیر پاول هم قرار صحبت داشته باشه. خب سه شنبه پس روز داغیه. سه شنبه این هفته آتی روز داغی هستش، هم برای اونس هم برای جفت ارزها، کلا برای فارکس سه شنبه خیلی مهمه. این نوسانات زیاد میشه چون اخبار زیاد هستش. من طبق پلنم نمیتونم تایم اخبار ترید کنم، اما خب تاثیراتش رو براتون داخل آیدیاز میذارم، حتما اونجا فالو میکنید. همچنین سی پی آی استرالیا، این کوچولو اینجا افتاده اما خیلی تاثیر داره روی طلا، برای ما خیلی مهمه چون که بیشترین معادن طلا داخل استرالیا هستش و استرالیا در واقع عرضه کننده بزرگ طلا هستش. تقاضا هم که خب میشن چین و هند و ترکیه که بیشترین تقاضا برای طلا رو دارن، در کنار دلار آمریکا. این چیزا هم تاثیر داره، اینو رو باید بررسی کنیم. داخل آیدیاز براتون میذارم بررسیشو حتما. چهارشنبه باز خبر خاصی نداریم. میریم تا پنجشنبه. پنجشنبه فاینال جی دی پی رو داریم، خیلی مهمه، برای 3 ماهه هستش. این خیلی مهمه داخل تورم آمریکا، خیلی تأثیر گذاره. این باید بیاد ببینیم که نرخ بهره‌ای که اومدش پایین چه تأثیراتی گذاشته روی این شاخص ها.
و همچنین مطالبات بیکاری رو داریم. این هم خیلی مهمه چون بیکاری ایالات متحده یه خورده داره زیاد میشه و در بخش مشاغل یه مقدار آمریکا عملکرد جالبی نداشته. اینم مهمه برامون، بنابراین پنجشنبه هم مهمه. تاثیر همه اینا رو داخل آیدیاز براتون میذارم، داخل ویدیو طولانی میشه بگم براتون، اونجا حتما دنبالم کنید. جمعه هم که مجدد جی دی پی کانادا میاد و پی سی ای پرایس ایندکس و همین. این هم از اخبار این هفته. پس شدش سه شنبه، چهارشنبه که هیچی، پنجشنبه و جمعه. سه شنبه، پنجشنبه و جمعه از لحاظ کلان اخبار مهمی داریم. این روزها تقریبا باید کنترل شده ترید کنیم. خب ویدیو به انتهاش رسید. نظراتتون خیلی برام ارزشمنده، خیلی برام مهمه. میدونم خیلی سخته که برام یه کامنت بذاری، ولی این کار رو بکن چون توی رشد من و رشد خودت داری کمک میکنی. پس منتظر نظرت هستم در رابطه با صرافی سوش اکس. اگر نمیدونی فضای آیدیاز کجاست که من رو دنبال کنی و بتونی از تحلیل های روز به روز من، آپدیت های روز به روز من، آموزش های من بهره ببری، دیسکریپشن رو بخون. خیلی به دردت میخوره دیسکریپشن. داخل دیسکریپشن قشنگ کامل توضیحش دادم. یه صرافی هستش مثل صرافی های معمولی، مثل بایننس و کوکوین و کوین بیس و اینا، اما در کنارش مثل تریدینگ ویو که یک فضای آیدیازی داره، دقیقا یک فضای آیدیازی داریم. داخل صرافی یک فضای امنی هستش. صرافی رگوله های مطمئنی داره. اگر از رگوله هاش میخواید اطلاع داشته باشید حتما به من پیام بدید، راهنماییتون میکنم. برید راجبش تحقیق کنید و پشیمون نمیشید از سرمایه گذاری. بدرود.